ولا دنیا بزخرفها فتنت. اگر تو طعم علم رو میچشیدی به زیب و زینت دنیا مفتون نمیشدی، یعنی فریب خورده نمیشدی، گرفتاری محبت دنیا نمیشدی. یعنی شریعت ترک دنیا را توصیه نمیدهد، بلکه ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیبت را فراموش نکن. گفتن فقط که محبت پول و مال از محبت علم و دین بالا نیستد. بله، برای این دین مقدس اسلام دو طایفه مردم خدمت کردگی هستند: صاحبان علم، صاحبان مال. صاحبان مال مسجد ها ساختند، مدرسه ها ساختند، طالب علم ها را دستگیری کردند، کتاب چاپ کردند، هر چیزی که برای پیشروی دین مقدس اسلام، حتی برای جهاد هم پول لازم بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم در جنگ تبوک بالای منبر برآمدند، گفتند که امروز مسلمان ها برای پول و مال در این جنگ که با بزرگترین امپری دنیا بارین جنگ دارد، حاجت به پول و مال دارد. کی مسلمان ها را دستگیری میکند مکافات وی جنت است. حضرت عثمان خستن از جایشان، گفتند که 1000 شتر از جانب من یا رسول الله. بعد به منبر دویم فرو آمدند، گشت سخنشان را تکرار کردند که حضرت عثمان رضی الله عنه باز از جاشان خستن و 1000 شتر دیگر از من یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی که منبر سیوم فرو آمدند، زینه سیوم منبر فرو آمده، باز سخنشان را تکرار کردند: امروز اسلام به پول و مال حاجت دارد، که دستگیری نصرت اسلام میکند مکافاتش جنت است. یک مراتبه وقتی که یاردم کرد سزاوار جنت شده بود، لیکن بار سیوم از جا خستن حضرت عثمان: یا رسول الله 1000 شتر دیگر از من است. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بعد امروز اگر رفت عثمان گناه کندم دیگه ضرر نمیکند.